ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 27 ایول سال 2023 با نشر چند عکس از بازداشت سه جوانزن در پی زنوزنی در داخل یک دکان گلفروشی در پایتخت تاجیکستان خبر داد. ملیس با اظهار تأسف میگوید این جوانزنها که دو نفرش سطرپوش هم بودند، نه فقط با دشنمای قبیح شان و اعتبار یکدیگر را پس زدند، بلکه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده یکدیگر را لطوکوب کردند و دلنوزه شاروخ و حتی با گلدان بر روی مارین کرتسن زده او را زخمی کرده است. درباره سبب ماجرای بین سه جوانزن که ساعت 4:30 صبح 25 ایول رخ داده است چیزی گفته نشده است. بنا به اطلاع میلیسیا، حادثه مذکور صبح بر وقت سانحه 25 ایول سال جاری تقریبا ساعت 04:30 در سراغه خیابان رودکی نزد کینوتئاتر وطن رخ داده است. کارمندان مقامات میلیس شهر دوشنبه در اساس خبر فوری در حال به جای حادثه حاضر گردیدند و گمانبر شونده ها را دستگیر کردند. خود این سه جوانزن برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه میلیسیا ضمن سنجش معین کرده شد که شهروندان شاروخ و نیاگارا سال تولدش 1997 و شاروخ و دلنوزه سال تولدش 2001 ساکنان شهر دوشنبه کوچه میرزا در دکان گلفروشی گلدسته با شهروند کرسنت مارین بختیارونا سال تولدش 1998 ساکن شهر دوشنبه کوچه فردوسی مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده یکدیگر را دشنام و حقارت‌های قبیح و مورد لطوکوب قرار دادند. دستگیر شده شاروخ و دلنوزه با این رفتارهای افباشانه و الفاظ قبیح خود قناعت نکرده همزمان با گلدان پلاستیکی سخت در قسمت روی کرسنت مارین ضربه زده که در نتیجه نامبرده جراحت جسمانی برداشته است. گفته می شود در خبر میلیس پایتخت گفت نسبت به هر دو جانب طبق طلبات ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام افباشی پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیش پیشکی قرار دارد.